سلام دوستان، امروز در باغ پرندگان دهکده گردشگری رولاپوش لاک‌پشتی را دیدیم که تشنه است. معمولا تو این فصل که آب کمیابتره پرندگان و حیوانات دهکده برای خوردن آب بیرون میان که امروز این لاک‌پشت رو دیدیم که تشنه مساوی تشنه شده. داریم براش آب میریزیم که استفاده کنه. با تشکر از شما دهکده گردشگری رولاپوش، استان کوجی و برآمد، شهرستان ترام، شهر سرکاریاب. ما را در یوتیوب و واتساپ، اینستا دنبال کنید. کانال ما را سابسکرایب کنید. ممنون میشم از لطف دوستان.